الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران کلام الله منان قرآن کریم. امیدوارم تا این قسمت از برنامه آموزش روحانی قرآن کریم آنچه که بیان شد رو به خوبی عزیزان دقت کرده باشن و تمرین ها رو به خوبی تکرار کرده باشن تا به همراه شما خوبان و سروران در این برنامه هم به نکات دیگر از قواعد روحانی کلام الله مجید بپردازیم. به اذن الله تعالی این برنامه آخرین برنامه خواهد بود که ما درباره قواعد صحبت خواهیم کرد و از برنامه بعد بیاری الله متعال شروع خواهیم کرد تلاوت سوره های کوتاه کلام الله مجید رو و آنچه که در برنامه های گذشته از اول این مجموعه برنامه تا این قسمت به همراه شما عزیزان یاد گرفتیم رو به صورت عملی در مصحف شریف تمرین خواهیم کرد و تا اینجا دیگه باید بعد از درس امروزمون و این برنامه عزیزان بتوانند هر جایی از کلام الله مجید رو که دیدند بخوانند، به این معنا که بفهمند که چطور میخوانند. بعضی از عزیزان حالا شاید احساس بکنن هنوز در خواندن متوجه میشن که چطور بخوانن اما سرعتشون کم هست. این کاملا طبیعی است و جای هیچ نگرانی نیست. اگر سرعت شما در ابتدای تلاوت کم هست و نمیتونید زیاد با سرعت بخوانید، نیاز دارید مثلا در یک خط شاید 10 دقیقه 20 دقیقه شاید نیم ساعت وقت بگذارید، کاملا طبیعی است و هر چقدر تمرین شما بیشتر بشه سرعت شما بیشتر خواهد شد و این موضوع شما رو ناراحت نکنه و کاملا یک امر طبیعی است، فقط نیاز به تمرین و تکرار داره. ما در این برنامه به همراه شما عزیزان به چند نکته باقی مانده از قواعد اولیه روحانی قرآن کریم اشاره خواهیم کرد و ان شاء الله از برنامه بعد به همراه شما عزیزان تلاوت مصحف شریف رو آغاز خواهیم نمود. در مصحف شریف علاوه بر آنچه که ما در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان مطرح کردیم، یک علامت دیگر هم مشاهده می‌کنیم که در این برنامه می‌خوایم به اون بپردازیم. علامتی که ما در فارسی هم با او آشنا هستیم، البته فقط در روی حرف الف احیانا او رو مشاهده می‌کنیم و بهش میگیم کلاه الف، الف یا آی با کلاه در فارسی اینطوری ما استفاده میکنیم و اون کلاهی که بر روی الف قرار میگیره. تصویرش رو با هم ببینیم. این شکل علامتی است که درباره اون صحبت میکنیم به همراه شما عزیزان، به این شکل که در عربی بهش میگن مد، علامت مد. علامت مد این علامت هست. مد یعنی چی؟ مد یعنی کشیده شدن. مد یعنی کشیده شدن و این علامت روی هر حرفی که آمد آن حرف کشیده میشه. روی 3 حرف قرار میگیره: حرف واو، الف و یا. واو و الف و یا که سر هم نوشته بشه میشه وای و به اسم حروف علت هم در عربی معروفن و به اسم حروف علت هم بهشون گفته میشه، چون که علت یعنی بیماری و مریضی. انسان وقتی که مریض میشه میگه وای وای و این حرف مد بر روی 3 حرف واو و الف و یا قرار میگیره. مثالش رو با هم داشته باشیم. این حرف مد بر روی 3 حرف واو و الف و یا قرار میگیره. این مثال حرف واو. علامت مد وقتی روی حرف واو قرار بگیره، این حرف واو هست، این علامت مد به این شکل نوشته میشه: مد بر روی حرف واو. مثال هایی که در سمت چپ مشاهده میکنید عزیزان، اینها
هر سه مثال روی حرف واو علامت مد قرار گرفت. چگونه میخوانیم؟ این کلمه اول رو ممنوع شما عزیزان به خوانش میگیریم. ت اینجا ساکن هست، همزه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. ت مو را ضمه داره میشه رو، اما چون بعد از ضمه واو آمده صدای رو تقویت میشه رو. ت مرو. اینجا چون روی حرف واو علامت مد هست، ما حرف واو رو بیشتر از حالت طبیعی باید بکشیم. در حالت طبیعی میگیم تأمرو، رد میشیم. اما اینجا چیکار میکنیم؟ میکشیم. تأمرو. این یعنی کشیدن، یعنی مد. چقدر بکشیم این صدای واو رو؟ تأمرو. به اندازه بستن سه انگشت. عزیزان دقت بکنن که وقتی میگیم به اندازه بستن سه انگشت، اگر در حالت عادی انگشتای دست باز باشه و پشت سر هم یکی یکی ببندیم به این شکل، در حالت عادی بستن سه انگشت چقدر طول میکشه؟ به اندازه بستن سه انگشت ما مد رو میکشیم. البته مد قواعد تفسیری تری داره، انواعی داره و شکل‌های مختلفی داره و هر کدوم باز مقداری تفصیلات داره که اون رو انشالله اگر عمری باقی بود در برنامه تجوید که بعد از برنامه روخانی انشالله برای شما عزیزان تقدیم خواهد شد صحبت خواهیم کرد. اما به عنوان یک قاعده حد وسط که بشه برای همه انواع مد استفاده کرد، سه تا حرکت به اندازه بستن سه تا انگشت عزیزان بکشند حرف مد رو، واو، الف و یایی که روی او علامت مد قرار گرفت. مثلا الان اینجا تأمرو، تأمرون به اندازه سه تا بستن انگشت دست. برگردیم به تصویر. در این تصویر الان تأمرون نون تشدید دار نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، میچسبه ضمه واو یا همین صدای کشیده واو، صدای کشیده او میچسبه به نون. تأمرون نی، تأمرونی. این از مثال اول. مثال دوم، قا فتح بعدش حرف صدای آ میگیره. قا لو، قا لو ضمه بعدش با مانند صدای او میگیره. این واو کشیده میشه، این الف خوانده نمیشه چون علامت صفر روش هست. هر حرفی که علامت صفر روش بود خوانده نمیشه. همزه فتح بعدش حرف صدای آ میگیره. آ من نا. نون یک بار به همراه میم خوانده میشه، یک بار هم با فتحه خودش چون بعدش حرف اومده صدای آ میگیره. آمنا. قالو، نمیگیم قالو آمنا چون این علامت مد اینجا هست، بعد مقدار این رو بکشیم به اندازه بستن سه انگشت دست. قالو آمنا، قالو آمنا. این مثال دوم. مثال بعدی، قاف ضمه داره، واو بعد از ضمه قرار گرفته. صدای قاف که اصلش بدون واو میشه قو، چون واو آمده میشه قو. خود واو هم کشیده میشه قو. ان نون ساکنه بعدش فا آمده، نه از حروف یرمنون است نه از حروف هرخیس و نه با اخفا میشه. قاعده چهارمی که در برنامه گذشته به همراه شما عزیزان بیان کردیم. نون از بینی ادا میشه، صدا مقداری درش نگه داشته میشه در بینی. انفسکم قو اینطور میشه قو انفسکم قو. اینجا کشیده میشه حرف واو. بریم سراغ مثالهای الف به همراه مد. ما در این تصویر الفی میبینیم که یک مد روش هست. ما در فارسی هم این شکل رو داریم. در فارسی این شکل رو داریم، اما بهش میگیم آ. دیگه کشش نمیدیم زیاد، میگیم آ میریم. اصلا کلمه آب اگه بعدش یک ب باشه به این شکل نوشته میشه. اما در عربی وقتی الف روش این علامت قرار گرفت، اون موقع دیگه بیشتر از حالت عادی کشیده میشه به اندازه انگشت بستن سه انگشت دست. مثال اول، جیم فتحه داره بعدش حرف آمده صدای آ میگیره، چون الف روش مد است بعد کشیده بشه. جاء، جاء، نمیگیم جاء، بعد بکشیم این الف رو. جاء. مثال بعد، شو
ها دال فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. شهداءکم شهداءکم. مثال بعد واد فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. اوا الف کشیده میشه. اضاءت اضاءت. این هم نمونه الف به همراه مد. مثال بعدی یا به همراه مد هست. وقتی روی حرف یا علامت مد قرار میگیره، باز هم همون اتفاقی که برای واو و الف افتاد برای یا میفته، یعنی کش پیدا میکنه در هنگام خوانده شدن. مثالاش رو با هم ببینیم. ان اینجا همزه میچسبه به نون، چون نون تشدید داره نیاز به آخرین حرکت مقابل. ان نون یک بار به همراه همزه خونده میشه، یک بار با کسره که زیر تشدید است. ان نی کسره بعدش یا صدای ای میگیره. این یا چون روش مد هست کشیده میشه. انی اعلمو انی اعلمو. مثال بعد و ج این الف علامتی نداره خونده نمیشه. یا بعد از کسره قرار میگیره، این الف انگار اصلا وجودی نداره، کسره بعدش یا صدای ای میگیره. جی چون یا مد داره کشیده میشه. و جی و جی ا و جی ا. بریم به سراغ مثال بعدی. یو ضی ضاد کسره داره بعدش یا اومده صدای ای میگیره. یو ضی یا کش میاد چون روش علامت مد هست. یو ضی او یو ضی او. این هم علامت مدی که روی یا قرار گرفت. پس تا اینجا عزیزان مد نظرتون باشه که گفتیم علامت مد روی حرف واو، الف و یا قرار میگیره و به اندازه بستن سه انگشت دست در حالت طبیعی کش پیدا میکنه واو و الف و یا. اما احیانا ما در کلام الله مجید کلمات رو مشاهده میکنیم در ابتدای سوره های قرآن کریم که این کلمات علامت مد روی غیر از واو و الف و یا قرار میگیره. در حالت کلی در قرآن کریم حروف مد 3 تا هستن: واو و الف و یا. و هر وقت بعد از مد، بعد از این حروف، حالا عزیزانی که از حفظ میخونن این قاعده رو به خاطر داشته باشن خوبه براشون، از روی مصحف وقتی بخونیم علامت مد خودش مشخصه. علامت مد هر جا بود باید کش پیدا کن. اما عزیزانی که از حفظ میخونن، مخصوصا حافظ کلام الله مجید هستن، این قاعده به اونها کمک خواهد کرد که بدونن چه موقع مد میشه واو و الف و یا. واو و الف و یا هر وقت بعدشون همزه بیاد، هر وقت بعد از واو و الف و یا همزه بیاد مد میشن. و یا اینکه بعد از واو و الف و یا تشدید بیاد، هر وقت بعد از واو الف و یا صدای آ او و این، صدای کشیده آ او و این، اگر بعد از اینها همزه قرار گرفت و یا تشدید قرار گرفت، حرف بعدی تشدید داشت، اینها مد میشه. البته وقتی که از رو میخونیم نیاز نیست این قاعده رو مبرد باشیم، چون خود به خود علامت مد بود یعنی بعد مد میشه. ولی در ابتدای 29 سوره کلام الله مجید ما کلماتی رو مشاهده میکنیم که این کلمات در 28 سوره، حالا یک سوره طه استثناست مد نداره، در این سوره ها کلماتی در ابتداشون هست که علامت مد روی حروفی غیر از واو و الف و یا قرار گرفته. این فقط در ابتدای این 29 سوره است و در کل کلام الله مجید دیگه همیشه مد روی واو و الف و یا است. اینها رو چطور باید بخونیم؟ تصویر رو با هم ببینیم. این تصویر، این کلمات رو برای ما، کلماتی که در قرآن کریم هست، در ابتدای 29 سوره این کلمات بعضیش تکراری میشه. مثلا الف لام میم در 6 سوره میاد و مثلا هام میم در 7 سوره میاد، الف را میم را در 5 سوره میاد و اینها در تکرار میشه. به همین خاطر در 29 سوره، اینا تعدادشون 29 تا نیست، اما در 29 تا سوره این کلمات مشاهده میشه که به اینها ما چی میگیم؟ به اینها گفته میشه کلمات حروف مقطعه. این بالا عنوانش رو اگر با هم ببینیم، حروف مقطعه. حروف مقطعه به این خاطر به اینها حروف مقطعه گفته میشه که در ابتدای سوره ها قرار میگیرن و به صورت قطعه خوانده میشن. همونطوری که از شکل این حروف مشخص است، دقیقاً شکل نوشتنشون در مصحف همین هست، به این شکل است.
این نوشته ها رو ما از خود مصحف شریف گرفتیم و دقیقاً همینجوری نوشته میشن بدون هیچ گونه حرکتی. فقط روی برخی از این حروف مد مشاهده میکنیم، دیگه هیچ فتحه، کسره، ضمه، ساکن، تشدیدی مشاهده نمیشه. مثلا در ابتدای سوره مبارکه بقره یا آل عمران یا لقمان یا روم یا عنکبوت یا سجده ما الف لام میم میبینیم. این چطور خونده میشه؟ این حروف رو ما چطور میخونیم؟ با اسمشون میخونیم. یعنی چی؟ این اسمش چی بود؟ ما در درس اول خدمت عزیزان گفتیم که این حرف الف اسمش الف هست، اسمش رو میگیریم الف. این حرف اسمش لامه، میگیم لام. این حرف اسمش میمه، میگیم میم. وقت خواندن اینطور میخوانیم الف لام میم. بعد چون اینجا مد داره روی لام، وقت خواندن کلمه لام بعد اون کلمه رو کش بدیم. یعنی اینطور الف لام، خود کلمه لام رو در هنگام تلفظ کش میدیم. الف لام میم. میم رو هم چون روش علامت مد آمده صدای خود اسم میم رو میاریم، اسمش رو میگیم، اسم این حرف رو، و همون اسم رو هم وقتی تلفظ میکنیم با مد تلفظ میکنیم، یعنی با کشش. الف لام میم. در مثال بعدی این حرف در ابتدای سوره اعراف مشاهده میشه. این کلمه الف لام میم صاد. این الف لام میم صاد. این الف لام را، اینجا اسم را رو میاریم را. اینجا یک میم اضافه بین الف لام میم را، یک میم اینجا وسط اضافه میشه. الف لام میم را. در خط بعدی تا، این حرفش تاست، این اسمش تا است. تا سین میم. اینطور میخوانیم تا سین میم. ولی چون روی سین و میم مد هست، هر کلمه اسم سین و میم رو در هنگام تلفظ کش میدیم. تا سین میم. پایان سین نون ساکن بعدش میم آمده. تمام احکامی که برای نون ساکن در برنامه گذشته گفتیم در اینها هم اجرا میشه. سین نون ساکن بعدش میم تبدیل میشه به میم، میگیم سین میم. یا در این حرف کلمه کاف ها یا عین صاد اینطور میخونیم در ابتدای سوره مبارکه مریم کاف ها یا عین صاد. اما در مدها بعد مدها رو دقت کنیم. کاف و عین و صاد مد داره. کاف ها یا عین صاد. عین آخرش نون داره بعدش صاد میاد، اخفا میشه. قاعدهش رو در برنامه گذشته گفت. تا ها اینجا چون مدی نداره مدم نمی کنیم. اسم تا اسم ها رو میگیریم. این اسمش تا هست، اینم ها. تا ها در ابتدای سوره مبارکه تا. تا سین. مثال بعدی تا سین میم. مثال بالاست، حالا شکل نوشتنش به این شکل است. بعضی وقتا این شده نوشته میشه، بعضی وقتا به این شکل. یاسین. در سوره مبارکه یاسین، سوره مبارکه صاد با این حرف شروع میشه. صاد مد میکنیم چون مد داره. حمیم. در 7 سوره قرآن کریم این حرف اومده به اسم حوامیم سبع معروفن و از سوره قاف رو بعد حامیم عین سین قاف با هم نوشته میشن. اما خب در 7 سوره به تنهایی حامیم میاد، در یک سوره حامیم با عین و سین و قاف میاد. حمیم عین سین قاف. این سین قاف هم به این شکل خونده میشه. نون نون مد میشه. قاف هم میگیم قاف و مدش میکنیم. قاف به این شکل این حروف خوانده میشه. اینها رو ما بهش میگیم حروف مقطعه.
در ابتدای 29 سوره قرآن کریم نوشته میشه میاد و فقط همین حروف هستن، غیر از این حروف دیگری وجود نداره. همین شکل ها رو ما میبینیم که شکل خواندنش رو برای عزیزان گفتیم. عزیزان ان شاءالله در ابتدای سوره اگر مشاهده کردن این رو مد نظر داشته باشن. آخرین نکته که باید مد نظر شما عزیزان باشه در قواعد روحانی قرآن کریم این هست که ما وقتی که قرآن کریم رو تلاوت میکنیم پایان آیات بهتر هست که توقف بکنیم، یعنی نفس بگیریم، آیه که تمام شد آخرش بایستیم، یا احیانا در وسط آیاتی که طولانی هست جاهای نیاز هست که نفس بگیریم و توقف بکنیم. هر جا ما توقف کردیم در تلاوت کلام الله مجید، چه پایان آیه چه در بین آیه جایی مجبور شدیم یا خودمون خواستیم توقف بکنیم. قانون کلی این هست که آخرین حرفی که ما روی اون توقف میکنیم، یک کلمه هست، اون کلمه آخرین حرفش چه آخر آیه باشه چه در ما بین آیه، هر جا ما توقف کردیم یعنی نفس گرفتیم، صدامون قطع شد، میخوایم دوباره نفس بگیریم ادامه بدیم، آخرین حرف رو باید ساکن ادا کنیم. چون توقف کردیم یعنی ایستادیم. ماشین رو وقتی یک جای نگه می‌داریم یا وسیله سواری رو می ایستیم دیگه، وقتی می‌خوایم اینجا وایسیم باید توقف کنیم، اونجا باید ساکن باشه. به همین خاطر ما قاعده کلی در وقف این هست که همیشه آخر تلاوت، چه آخر آیه باشه چه در وسط آیه، اگر ما خواستیم بایستیم آخرین کلمه‌ای که می‌خوانیم آخرین حرفش رو باید ساکن بکنیم. این قاعده کلی است، باید ساکن باشه. یکی دو مورد استثناءاتی داره که این رو انشاءالله به همراه شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. احکام وقف، چگونه ما توقف بکنیم روی حرکت هایی که وجود داشت. تصویر رو با هم ببینیم، من روی تصویر بیشتر صحبت خواهم کرد. این تصویر رو ما حرکت هایی که تا اینجا یاد گرفتیم، فتحه، کسره، ضمه، تشدید با فتحه، با کسره، با ضمه، تنوین ان یا دو تا فتحه یا دو تا کسره یا دو تا ضمه بود و صدای کشیده آ و ای و او. حالا ایستادن بر آخر کلمات یا همون وقف یا ایستادن بر آخر کلمات، وقتی که این حرکت فتحه آخر کلمه بود یا کسره بود یا ضمه بود یا تشدید با فتحه کسره یا ضمه یا تنوین ان اون یا صدای کشیده آ و ای و او بود، چگونه میشه توقف بر این علائم و حرکات؟ صدای آ، ای و او هر جا آخر آیه بود همون صدای آ و صدای ای و صدای او باقی میمانه، تفاوتی ایجاد نمیشه، همون صدا همون گونه که هست کشیده میشه. اگر آخر آیه صدای کشیده آ بود یا ای بود یا او بود، توقفش هم فرقی نمیکنه، توقفش و عدم توقفش، یعنی همون صدای آ یا ای یا او کاملا ادا میشه در آخر کلمه‌ای که ما روش توقف کردیم، چه آخر آیه باشه چه در ما بین آیه. اما روی فتحه، کسر، ضمه، تشدید با ا و ه و او و تنوین ان و اون چگونه باید رفتار کرد؟ اینها رو هر کنیم به تنهایی صحبت خواهیم کرد که اگر آخرین کلمه‌ای که ما روش توقف میکنیم فتحه داشت، کسر، ضمه و یا بقیه، چیکار خواهیم کرد؟ اصل اینه که باید همین ها چی بشه؟ ساکن بشه. مثالش رو هم ببینیم. مثلا ما الان اینجا یک فتحه داریم، کلمه آخری که می‌ایستیم اگر به عنوان مثال کلمه‌ای باشه به این به تبعثون، مثلا ما روی این کلمه می‌خوایم توقف بکنیم که آخرش فتحه داره. اگر ما روی این کلمه توقف کنیم که آخرش فتحه داره، تبعثون، چیکار باید بکنیم؟ این فتحه آخر چی میشه؟ تبدیل به ساکن میشه. میشه چی؟ تبعثون. اگر وقتی آخر کلمه فتحه داشت فتحه میشه ساکن. اگه کسره بود بازم کسره هم میشه ساکن. یوم مد، میم میچسبه به دال، الف و لام خوانده نمیشن، میم میچسبه به دال. یوم مدینه، اینجا کسره داره نون. اگه اینجا مالک یوم الدین، سوره حمد همینه، مالک یوم الدینه، اگر اینجا توقف کردیم نون چی میشه؟ ساکن میشه، یوم الدین. یا اگه ضمه بود آخر حرف، یریدو، یوریدو چی میشه؟ یورید. حرف آخر به جای اینکه ضمه باشه، اگه من روی این کلمه توقف بکنم، این کلمه آخرین کلمه‌ای باشه که من در تلاوت میخوانم، میشه یورید. پس فتحه، کسره و یا ضمه وقتی آخرین حرکتی هستن که ما تلاوت میکنیم، یعنی وقتی تلاوت ما توقف پیدا کرد با کسره یا فتحه یا کسره یا ضمه، هر سه تاشون چی میشن؟ ساکن میشن. این از فتحه و کسره و ضمه وقتی که در آخر کلمه قرار بگیرن. اما وقتی که تنوین ها بیان،
تنوین اگر آخرین حرکتی بود که ما در آیه می‌خواندیم، کلمه آخر و حرف آخرش تنوین داشت، چیکار باید بکنیم؟ این تنوین اگر تنوین اون بود، دو تا ضمه با هم، مثال کتابون، من الان میخوام توقف بکنم روی کلمه کتاب با تنوین اون، بعد چیکار کنم؟ این هم ساکن میشه، همون قاعده کلی اجرا میشه. قاعده کلی این هست که هر جا ما توقف کردیم آخر آیه یا آخر کلمه، حرف آخرش باید ساکن بشه. فتحه، کسره و ضمه بود ساکن میشه. تنوین هم اگه تنوین اون بود باز ساکن میشه. میشه چی؟ مثلا کلمه کتاب آخرین چیزی هست که ما روش توقف میکنیم، چی میشه؟ کتابون اگه بود میشه کتاب، ساکن میشه. یا رحیمون، رحیمون بالمؤمنین رؤوف رحیم، مثلا در آیه 128 در سوره مبارکه توبه آخرین کلمش اینه، رحیمون. اگر ما توقف بکنیم اینجا آخر آیه چی میشه؟ رحیمون دیگه نمیخوایم، میگیم رحیم، میم رو ساکن میکنیم، میم ساکن میشه. تنوین اون ساکن میشه. تنوین ان دو تا کسره هم همینطور، مستقیمن اگه باشه، مستقیمن توقف بکنیم میشه چی؟ مستقیم، میم ساکن میشه. دیگه نمیگیم مستقیمن، در آخر تلاوت باید ساکن باشه. یا مبینن، مبینن وقتی کلمه آخر تنوین ان داره، حرف آخر، مثلا روی کتاب به امام مبینن، مثلا در سوره یاسین داریم، اینجا نمیگیم امام مبینن، اگه توقف کردیم که آخر آیه مثلا اینجا وایستیم میشه چی؟ مبین، مبین ساکن میشه. تنوین اون و تنوین ان وقتی روی آخرش آخر حرف قرار گرفت و روش توقف کردیم ساکن میشه. فتحه، کسره، ضمه، تنوین اون و تنوین ان همشون ساکن میشه. مثال بعدی، اما اگه تنوین ما تنوین ان بود، دو تا فتحه با هم، مثلا رشدن، آخر آیه رشدن بود، ما توقف کردیم چی میشه؟ آیا اینو ساکن میکنیم میگیم رشد؟ نه، تنوین ان در هنگام توقف تبدیل میشه به چی؟ این دو تا فتحه یکیش میمونه، نمیگیم رشد. رشدن آخر آیه اگه بود نمیگیم تنوین ان، وقتی آخر آیه داشتیم نمیگیم ساکنش نمیکنیم، صدای بهش میدیم، رشدن. به همین خاطر همیشه در آخر آیه کلماتی که آخرش تنوین ان دارن یک الف همراهش هست. این الف به خاطر اینه که در هنگام وقف یکی از این فتحه ها میمونه و با صدای خونده میشه، رشد. رشدن در هنگام وقف نمیشه رشد. کتابون در مثال قبل دقت کنیم، این مثال قبل کتابون شد کتاب، کتاب حرکتش افتاد، اما رشدن نمیشه رشد، میشه رشد. یا وزنن نمیشه وزن وزنا میشه وزنا میشه. یا طوعا وقتی روش وقف بکنیم نمیشه طوع، تنوین ان رو بنوزیم بگیم طوع، نه طوع میشه، صدای میگیره. بصیرن، سمیعا بصیرن، مثلا سمیعا بصیرن در آخر آیه میاد، نمیگیم سمیعا بصیرن، وقتی توقف بکنیم بگیم سمیعا بصیر، را رو ساکن کنیم، نه یک صدای بهش میدیم، بصیرا بصیرا سمیعا بصیرا. پس عزیزان دقت کنید در تنوین ها، وقتی در تنوین توقف میکنیم تنوین اون و تنوین ان ساکن میشه، اما تنوین ان تبدیل میشه به الف. بریم به سراغ مثال های دیگر. تشدید هم همینطور، تشدید ساکن میشه، همیشه فتحه، کسره و ضمه داشته باشه فرقی نمیکنه، تشدید هم فتحش هم کسرش هم ضمهش ساکن میشه. اما یک نکته دیگه ای که در وقف باید مد نظر عزیزان باشه اینه که اگر آخرین حرفی که ما توقف میکنیم روی اون حرف این ت باشه، ت تانیث بهش میگن در عربی، یعنی هی که دو تا نقطه داره، مثل این کلمه القیامه، القیامه قیامته هست، القیامته، لا اقسم بیوم القیامته، مثلا در سوره قیامت داریم. اگر من اینجا بخوام روی این حرف توقف بکنم، روی کلماتی که آخرش ت دو نقطه داره توقف کردیم، هم نقطه ها میفته دیگه، ت نمیشه ه میشه، هم حرکت میفته، چه حرکت تنوین باشه چه تنوین ان باشه، ان یا اون یا فتحه، کسره و ضمه، هر چی باشه فرقی نمیکنه. هر وقت آخرین حرفی که روش توقف میکنیم ت تانیث بود، ت دو نقطه بود، هی که روش دو تا نقطه هست،
در هنگام توقف این ت تبدیل میشه به ه و حرکتش هر چی که میخواد باشه حذف میشه و ساکن میشه. اینجا میشه القیامت، میشه چی؟ القیامه. قیامت بود. در توقف هم نقطه ها میپره هم علامتش میپره، میشه چی؟ قیامه. مثال بعدی ائمتن. حتی تنوین ان که روی حرف های دیگر وقتی قرار میگرفت در مثال قبلی داشتیم. در این مثال الف میشد، مثلا رشدن رشدا میشد، وزنن وزنا میشد. همین تنوین ان وقتی روی تا قرار میگیره، تی دو نقطه، در هنگام توقف میفته، کلا میفته، هم نقطه ها میفته هم این تنوین میفته. دیگه نمیشه ائمتا، نه میشه ائمه. این ه میشه ائمه، به این شکل خونده میشه، به این شکل نوشته نمیشه. در قرآن کریم این طور نیست. در قرآن کریم این طور نوشته میشه، اما ما باید بدونیم وقتی که توقف میکنیم روی کلمه‌ای که آخرین حرفش تی دو نقطه با هی که هی دو چشم با دو تا نقطه هست، دیگه ت نمیشه، میشه ه و حرکتش میفته. تذکراتون، مثلا تذکراتون. در هنگام توقف اگر بخوام روی این کلمه توقف کنیم دیگه نمیگیم تذکراتو یا تذکرات، میگیم تذکره. این ت هم نقطه‌اش میپره هم علامتش، این ه تبدیل به ه میشه تذکره. یا کلمه المغفرة تو، المغفرة، اگر روش توقف بکنیم هم دو نقطه میپره هم علامت ضمه میشه ه. المغفرة تبدیل میشه به المغفرة. این مثال رو عزیزان مد نظرشون باشه. یک نکته دیگه باید دقت بکنیم عزیزان، روی حروفی که ساکن هستن. حالا این رو به عنوان آخرین قاعده از خانی عزیزان مد نظرشون باشه. ما گفتیم که قاعده وقف اینه که آخر کلمات وقتی که توقف میکنیم اون کلمه باید چی بشه؟ ساکن بشه. فتحه، کسره، ضمه، تنوین یا تشدید با فتحه و کسره و ضمه همشون ساکن میشن. تنوین اون، تنوین ان همش ساکن میشه. فقط یک تنوین ان الف تبدیل میشد در جاهایی که حرف آخر تی دو نقطه نباشه، هی که دو تا نقطه روش هست. و وقتی که تی دو نقطه داشتیم، هی که دو تا نقطه روش هست، همیشه بلا استثناء ساکن میشه در حالت فتحه، کسره، ضمه، تنوین ان اون یا هر تشدیدی که داشته باشه و ت تبدیل میشه به دو تا نقطهش هم میپره. در حروف ساکن، حالا چه آخر آیه ساکن نبوده ساکنش کردیم چون آخر آیه است، یا کلا ساکن بوده از اول، کلا وسط کلمه، کلماتی هستن 5 حرفن که این 5 حرف وقتی که ساکن میشن و علامت ساکن روی اینها چه ساکن از خودشون بوده در اصل، چه به خاطر توقف ما در آخر آیه یا آخر کلمه اینها ساکن شدند، این 5 حرف اصل در ساکن اینه که هیچ حرکتی نباید بکنه، حرف هیچ حرکتی نمیکنه. کتاب مثلا حرکت مثل این مثال هایی که ما اینجا داشتیم، نمونه مثال ها یبعثون یا تبعثون، متقین، نونیش حرکتی نمیکنه. اما 5 حرف هستن وقتی ساکن باشن، چه خودشون ساکن باشن چه اینها رو ما ساکن بکنیم به خاطر توقف کردن در آخر کلمه، اینها مقداری در هنگام تلفظ در مخرج میلرزند. ما به اینها میگیم چی؟ حروف قلقله. قلقله یعنی لرزیدن، لرزیدن و لرزش. 5 حرفن. با هم ببینیم تصویر این 5 حرف رو. این 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دالن. وقتی که ساکن باشن، 5 حرف قاف و تا و با و جیم و دال وقتی که ساکن باشن، اینها وقتی که ساکن باشن چه خودشون ساکن باشن چه ساکنشون بکنیم به خاطر توقف، اینها وقتی تلفظ میشن مقداری در مخرج در هنگام تلفظ میلرزن. اگه سر هم نوشته بشن این کلمات میشه قطب جد، قاف، تا، با، جیم، دال، قطب جد. این کلمه دوم رو اگر به خاطر بسپارید همین 5 تا حرفی هستن که سمت راست نوشته شدن، قاف، تا، با، جیم، دال، قطب جد. وقتی که ساکن باشن در هنگام تلفظ این حرفا ساکن، چه ساکن از خودشون باشه چون ما به خاطر توقف ساکن کرده باشیم، در مخرج میلرزن. مثال هاشو با هم ببینیم. الفلق، فلق. اینجا قاف خب ما چون توقف میکنیم ساکن میشه، اما اصلش کسره داشته، پیرا بالفلقه در سوره فلق داریم، اما تلفظش چطور میشه؟ دقت کنید روی این قاف چون ساکن هست، من الان صدا چی میشه؟ فلق، نمیگم فلق،
فلق فلق. اگر ساکن مطلق فقط بدون قلقله بود میشد فلق. این یعنی هیچ حرکتی نمیدونه میکنه، اما این رو قلقله میکنم. قلقلهش چطوری میشه؟ دقت کنید. فلق فلق. عادیش چطوره؟ فلق. قلقلش فلق فلق فلق. و تب و تب و تب. نمیگم و تب و تب، نه و تب ب. این به زیاد هم حرکت نکنه که یک کسر جدید بگیره. این رو بهش میگیم قلقله. دقت کنید بازم عزیزان. و تب حالت عادی هست، نباید ب چون از اون 5 حرف هست. وقتی ساکن میشه، حالا چه ساکن خودش یا ما ساکن کنیم، باید مقداری در مخرج بلرزه. و تب ب و تب. زیاد هم حرکت نکنه که کسر بگیره نشه. و تب و تب. بعضی از عزیزان روش خیلی چیز میکنن. این سوره مثلا تبت یدا ابی لهب و تب ب رو کسره میدن. نه. و تب و تب. یا اشد 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 اشد. نه ببینید اگر قلقله نکنم میشه اشد اشد. با قلقله میشه اشد اشد. یق یق ضی. اینجا در وسط حرف آمده، ساکنش مال خودش بوده. یق یق. نمیگم یق یق، نه یق یق ضی. یا محیط محیط. نمیگم محیط محیط محیط، نه محیط. کسب کسب کسب. به مقداری قلقله میشه. یا احد احد. نمیگم احد احد، نه احد. حق حق. نمیگم حق حق، نه اینجوری خشک نیست، قاف مقداری میلرز. حق حق. یط یط. نمیگم یط یط یط. عیمو یط عیمو. لیون فق فق. قاف میلرزه. لیون فق ذو. یا با در این حرف یب یب. نمیگم یب یب یب، نه یب یب سرونه یب سرونه. اگه اینجا توقف بکنیم من با ساکن بشه یب سرون. ید ید. دال ید. نمیگم ید 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 خلونه. اگه توقف کنیم باید ساکن بشه ید خلون ید خلون. اینها مثال هایی بود برای حروف قلقله. 5 حرف قاف تا با جیم دال. عزیزان هر جا ساکن بودن بعد مقداری در مخرجشون بلرزن. خلاصه بحث ما این شد که هر جا در آخر آیه توقف میکنیم آخرین حرفی که تلفظ میشه باید ساکن باشه. فتحه کسر ضمه، تشدید با فتحه با کسر با ضمه. تنوین اون و ان همیشه ساکن میشن. تنوین ان هر جا که توقف کردیم تبدیل میشه به الف. و حرف ت، هی دو چشم با 2 تا نقطه، هر وقت آخرین حرفی بود که تلفظ میشد همیشه ه تلفظ میشه، هم نقطه‌اش میپره، ت میشه ه و هر علامتی هم که داشت ساکن میشه. 5 حرف قاف تا با جیم دال قطب جد رو هم هر وقت ساکن بودن مقدار در مخرج میلرزانیم. اینها و آنچه که در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان گفتیم قواعد اولیه روحانی کلام الله مجید بود. آنچه که نیاز بود رو ما عزیزان خدمت شما عزیزان مطرح کردیم. از برنامه بعد شروع می‌کنیم برنامه‌های تلاوت عملی مصحف شریف رو. حتما بیننده برنامه‌های بعد هم باشید که آنچه را یاد گرفتیم به صورت عملی در آیه کلام الله مجید تطبیق بدیم. تا برنامه بعد الله یار رو نگهدار شما. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله.